شروع شده، مردم به گناه مطلقی گناه که کسی گناه میکنه ایرا وا کافر میگه. یکی معتزله است، یکی خوارج است. معتزله و خوارج در یک جانب است. مرتکب گناه را خوارج میگه کافر است، از اسلام میبره هر کس که گناه را کرد. معتزله میگه نه، کسی گناه را کرد از اسلام میبره لیکن در کفر داخل نمیشه، قائل به منزله بین المنزلتین است، همونطور باقی میمانه. شانشان به مثل شان مسلمان است در ظاهر، اما وقتی که بمورن جایش جهنم ابدا است. این قول معتزله است. در مقابلش طایفه مرجعه پیدا شد، گفت وقتی که ایمان موجود باشه گناه هیچ نوع تاثیری نداره، مثل که امرای کفر طاعت فایده نداره، عبادت فایده نداره، امرای ایمان معصیت هم هیچ ضرر نمیرسانه. دی اهل سنت والجماعت طایفه متوسط است، نه مثل از واس و نه مثل از وا. میگه ایمان زیادت و نقصان قبول داره، انشاءالله باز تشریح میکنیم آینده جمعه ها. و زیادت ایمان قبول داره و توسط گناه کبیره کسی از اسلام نمیبره، بلکه در ایمانش نقصان پیدا میشه. موحد است به اعتبار عقیده، اما فاسق است به اعتبار عمل. این موضوع انشاءالله باز تشریح بشه که بعد از او بگویم. حدیث دیگر هم میخونم اگرچه وقت کم است. علی رضی الله خودش میگه ما حدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث بخاری بود پیشینگم و ایام. آن چیزی را که ما بیان میکنم از رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ فلان اخر من السماء، اگر ما بیفتم از آسمان، احب الی، خیلی ما دوست دارم، محبوب است برای ما، من ان اکذب علیه، از اینکه ما دروغ بالای رسول الله بگویم. متوجه هستی یا نیستی؟ حدیث وقتی نسبتش به رسول الله میکنی تحقیق بکو که دروغ نگفته باشی. علی رضی الله میگه که ما از آسمان بیفتم، ای را دوست دارم، ولی اینطور نشود نعوذ بالله که نسبت گپ به پیغمبر بکنم و او دروغ باشه. به پیغمبر دروغ نمیگم، این کار نمیکنم. بعد از چی میگه؟ و اذا حدثتكم فيما بيني و بينكم، وقتی گپ از بین خود و بین شما میگم، فإن الحرب خدعة، جنگ فریب است. تو را فریب میدم، مرا فریب میدی، این کار میشه. اما در مورد حدیث پیغمبر این کار نمیکنم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم یقول که میفرمود یأتی فی آخر الزمان قوم، در آخر زمان قوم ما حدثاء الاسنان، که یا در چیست سنشان جدید است، یعنی نوبالغاست، تجربه نداره، علم زیاد حاصل نکرده، نوخیز. ما و شما بچهای نوخیز است، سفهاء الاحلام، از نگاه عقل هم قطش نیسته، بسیار بیعقل و احمق هستند. یقولون من قول خیر البریه، گپ از بهترین سخن رسول الله میگه، گپ از حدیث میگه. خو یمرقون من الاسلام، میبره از اسلام کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از کمان میبره. چرا میبره؟ گپ از حدیث هم میزنه، مطلب حدیث نمیفهمه، فتوای کفری مردم میده، برای مردم مشرک و کافر میگه، خودش مبتلا میشه و میبره از اسلام. چقدر معلومات داری در حدیث؟ چطور جمع میکنی در بین آیت و حدیث؟ یکی از جملایش برای ما میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نیم ده آیت که آیت کی تفسیر داره. نه، قول ابن عباس کی قبول میکنه که اینجا مراد از کفر دون کفر است. قرآن اینطور گفته، مالی گپی قرآن. جناب محترم، تو که اگر این آیت معنایش نفهمی، تصادم در بین آیت میه، در بین دو آیت تصادم میه، نمیتونی گفته. این خطرناک موضوع است. این موضوع بسیار مهم است. میبروی از ایمان میبروی، مثل که اونمو تیر از کمان برآمده، آثار ایمان در وجودت باقی نمیمانه. خبرداری گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که کسی را کافر گفتی، در جمعه پیش گفتم، یکی از این دو نفر سرش گرفتار میشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، ایمانشان در قلبشان پایین نشده. مراد از این پایین نشدن علم کافی نداره که تفکیک بکنه که آدم کی کافر میشه. خلاص در ظاهر آیت کسی فیصله نکنه. ملت افغانستان خود کلش کافر است، از وقت کافر است. یکیش به خواهرها و به دخترای خود میراث نداده، حکم به ما انزل الله نکرده. تو خودت 20 دفعه نماز قضا کردی، حکم به ما انزل الله نکردی. میشه کلگی کافر شوه؟ سری خود فتوا میدی؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه فاینما لقیتموهم، هر جایی که قتلش رو برو شده رسول الله میگه فقتلوهم، بکشش، فان قتلهم اجر، کشتن از یا اجر است، لمن قتلهم، کسی که یارا میکشه یوم القیامت، در روز قیامت. حدیث بخاری شریف است. جرأت به فتوا میدی تو؟ یک مسلمان نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، تا آلی را نشانه کفری به واح سرش پیدا نکردی، اما تو جناب او را فتوای کفر داده رو ایستی. چرا؟ تذکیره گرفت از حکومت طاغوتی. شما جواز دکانتان رو نگرفتی؟ لیسانس موتر که تو برای تو اجازه داده شده به لیسانس بگرد. جواز سیر موتر از کجا گرفتی؟ کلی مردم خیر کافر بگو. هیچ کسی در دنیا یک حکومت به نزد تو مسلمان نیست، کل حکومت های طاغوتی است و کلی مردم هم تذکره داره، هم جواز سیر داره، هم جواز دکان داره، هم پاسپورت داره و هم در حج هم میره. امی حاجا که میره کلش کافر است، نعوذ بالله. سری خود فتوا میدی نمیدی؟ بفهمی که گپا خیلی خیلی خطرناک است. یادت باشه که ایمانت مثل که رسول الله گفته، مثل که تیر از کمان میبره، امو رقم از پیش نبره. متوجه شو. مفتی خود جور نکو، دعوتگر خود جور کو، بازم معجزی به الله بکو، بازم گریان کو که یا الله شاید ما خطا شده بود، باشم اشتباهی مرا نفکو، اشتباهی مرا بخشش کو. نکوی قدر جرأت. هر کس کافر میگی. انشاءالله این موضوع را ادامه میدیم که یک دفعه ایمان چی را میگه وکیل کافر میشه. الله متعال رحم بکنه سری اومد، فتنه ها از هر طرف ظهور کرده، از هر طرف. فقط در جان او مسلمانایی که چنگ به قرآن حدیث میزنه 1000 فتنه برش پیدا میشه و را لکدار و بدنام میسازه. الله بکنه که ما از روی بیداری و عقل خود کار بگیریم، نشوه که ما هم فریفته بعضی گپای جذابی از وا شویم، رنگکدگی از وا شویم. یک برادر برای ما میگه که مولوی صاحب قط یک کسی نشسته بودم تو را گفت کافر، والا دلایلش اینطور دلیل گفت که من عقیده کردم که تو کافر هستی. کدام دلیل گفته برات؟ ما گفتم تو نفر باز بیار که امو دلیل خدا بگویه که ما از پیشش سوال بکنیم که آیت مطلبش میفهمه یا نه. یعنی که محض پانزه طب خوانده یا در انجینری و کامپیوتر ساینس خوانده، فقط آیت از کتاب گرفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، امیر گفته. و بیچاره ای گپا را نمیفهمه، کفر نمیشناسه که کفر چی است. ما در او سرحد امروزی فتنه رسیده، نشوه که فتنه گسترش پیدا بکنه، سبب منع حرکت واقعی شوه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي